خب بچه من الان میخوام که همین پروژه‌ای که دارم رو بفرستم روی گیت هاب. سلام. اول از همه من میخوام این پروژه رو تبدیلش کنم این پروژه‌ای که توش گیت کار کنه. خب یعنی اینکه بیام اینیشیالایزش کنم. قبلا کانفیگار رو انجام دادم، گلوبال کانفیگار رو انجام دادم. الان میخوام اینو تبدیلش کنم به پروژه گیت. چیکار کنم؟ چه کامندی بزنم؟ گیت اینیت بزنم. خب گیت اینیت که میزنم چی میشه؟ اینیشیالایز میشه به عنوان این پروژه گیت. گیت اینیت رو اولین کامند اون، پس گیت اینیت میزنم. بعد از گیت اینیت ما الان پروژه‌مون تبدیل شده به پروژه‌ای که کاملا اینیشیالایز شده توی گیت. یه گیت استاتوس میتونیم بزنیم که چه وضعیتی داره. الان ما میفهمیم که یه فولدر اسس داریم و یه فایل ایندکس داریم که اینا داخل گیت هستش ولی آن استیج یا آن ترکه. یعنی اگه کامیت کنیم و اینا داخل کامیتمون نمیره. برای اینکه بخوایم داخل کامیت ببریمش چیکار می‌کنیم؟ بزنیم اول دات اد میزنم. میذارم git dot add git add dot و یه اینتر میزنم. الان استاتوس بگیرم به من میگه که این فایل ها همه رفته توی استیجن. خب بعد این دیگه میتونیم کامیتش کنیم. برای کامیت کردن سپر رو چیکار کنم؟ می‌نویسیم git commit یه اسپیس dash m یه اسپیس دیگه دو تا دبل کوت می‌ذاریم و آفرین. مثلا معمولا می‌نویسیم initial commit، اولین کامیتی که می‌خوایم بزنیم. این کارو که می‌کنیم بچه‌ها، ما اولین کامیتمون رو زدیم و آماده اینه که ببریمش به گیت هاب. یعنی الان همه پروژه که خواستین انجام بدین به ترتیب git init بزنید، git add all بزنید یا dot بزنید و git commit بزنید. حالا بریم ریپوزیتوریشو بسازیم. میریم توی گیت هاب. از همتون میخوام که توی گیت هاب ثبت نام کنین، جزء تمرینات بعد لینک گیت هابتون رو بفرستید دیگه. من داشته باشم از من گیت هابتون رو چک می‌کنم. میرم داخل گیت هاب. حالا بزنید یکی هم اسکرینمون کامیت داش ام که زدیم بدون کامنت می‌ذاریم. آره یه مسیج واسش می‌نویسیم، کامنتش رو می‌نویسیم. چیکار کنم؟ این دیروز انقدر وخیم نبود حالش. اگه خراب شد دوباره بگین که راهی واسش پیدا کنم. خب بچه‌ها اول که میان ریپوزیتوریتون قطعا خالیه دیگه. یا اینجا کریت ریپوزیتوری بزنید یا اینجا بزنید یا اینجا. و همینجا عادت کنید چون اینو فقط همین یه بار می‌بینید. بعدش دیگه نیستش. یه نیو ریپوزیتوری میزنیم. اسم پروژه رو من مثلا میذارم هاوسز یا این پروژه چندم بودش؟ پروژه 3 مون درسته؟ یه پروژه 4 بود. پروژه 4 بود. پس اسمشو میذارم مثلا چون میخوام شما هم همین پروژه رو من بتونم سریعتر پیدا کنم که اسمشون چیه. اسم پروژه‌تون توی بزنید پروژکت. حالا میتونیم مثلا 204 ولی چون پروژه‌مون دیگه بیشتر از مثلا چه میدونم 10 تا نمیشه یه رقمیه همون 4 بنویسید کافیه. پروژکت 4 رو اسمش هم مثلا هاوسز. حالا شما هر چیزی که اسم پروژه‌تون هستش اینو میذارم. نه دیگه این چون ریپوزیتوری من مشخصه، مثلا من اینجا احتمالاً باید یوزرنیم خودم معین می بود، مثلا ترو معین می بود. این دیگه مشخصه. اسم همیشه توی ریپوزیتوری خودم یونیکه. لازم نیستش حتما توش اسم خودم باشه. من دیگه پروژه شما که باز میکنم مشخصه که برای کدوم شخصه. یه دیسکریپشن میتونم در موردش بنویسم مثلا project 4 of مثلا maps of projects چیزی می‌نویسم. میذاریم پابلیک بمونه و هیچ کدوم از اینا هم لازم نیستش دست بزنیم. یک ریپوزیتوری میزنم. حالا میایم تو این قسمت اینو که کاری نداریم، میایم این قسمت رو یا میتونیم بچه‌ها لاین به لاین کپی کنیم بریم دونه دونه بزنیم یا یه دونه کپی بزنیم بریم این طرف تو کامند لاینمون یه کلیک راست بزنیم. وقتی کلیک راست میزنم بچه‌ها کنترل وی نیومدم بزنم. کنترل وی قضیهش فرق می‌کنه. کنترل وی که بزنید همه تکسته که کپی کرده پشت سر هم میذاره. ولی اگه یه کلیک راست بزنید رو معمولا بیشتر کامند لاین‌ها اینو ساپورت می‌کنن. خودش میاد لاین بای لاین میزنه این و هر لاینی هم که دارین خودش یه اینتر میزنه و میرسه به خط آخر که اونو میسپاره خودتون. الان من اینجا پیست بزنم ببین خودش داره میگه من اینا رو برات میخوام پیست کنم. اینو میزنم بعد اینو میزنم بعد اینو میزنم. یه پیست رو که بزنم نگاه خودش زد اولی و اینتر رو زد، دومی هم زد اینتر رو زد، این یکی رو گذاشت دیگه دست خودم. یه اینتر که بزنم کل کد میره بالا. فقط من الان دیشب اینو پاکش کردم دوباره ساین اینش میکنم. ساین این کد میتونم بزنم که ساین این که ویدیو کد بزنیم یک کد بهتون نشون میده همینجا. اون کد رو میرید میزنید توی براوزر یا میتونید بزنید ویدیو براوزر. اینو چون تو براوزرتون لاگین کردید این بهترین گزینه است دیگه، راحت ترین گزینه است. خودش میاره ازتون اجازه میگیره ولی چون من قبلا بهش اجازه دادم دیگه این کارو واسم انجام داد. تموم. به همین راحتی. الان کدا رو فرستاد روی
گیت هاب بالا. حالا بستگی به سایز پروژهتون و فایلایی که دارید ممکنه این مقداری طول بکشه. اوکی، این الان رفتش روی گیت هاب بالا. من همینجا رو رفرش کنم دیگه این پروژه رو دارم. حالا از شما میخوام که به عنوان تمرین، این تمرین مشخص شماره 7 مونه، توی سایت گیت هاب ثبت نام کنید، لینکتون رو توی همین تمرین 7 بفرستید. دوباره برید اونجا لینک رو بفرستید. من دیگه لینک رو حتما ازتون میخوام. من گیتتون رو گیت هابتون رو چک میکنم دیگه، فایل زیپ و اینا خبری نیستش. این تمرین 7 مونه. تمرین 8 مونم که میخوام که پروژه‌ای که تا الان داشتیم، همین 4 تا پروژه‌ای که تا الان داشتیم رو اینیت کنید. بعد برای هر کدومشون یه ریپوزیتوری با اسم مشخص بذارید که من گفتم همین فرمت مثلا میتونه باشه. کداتون رو پوش کنید رو ریپوزیتوری. بعد بیاید همه ریپوزیتوریایی که ساختید رو توی یه دونه پیغام توی تمرین 8 بفرستید. یعنی چه جوری؟ یعنی اینکه به جایی که مثلا یه دونه بفرستید، شیفت بزنید، شیفت اینتر بزنید. مثلا اولیش رو پیست کنید، شیفت اینتر، دومی، سومی توی یه دونه مسیج بفرستید، جدا نفرستید. توی یه دونه مسیج بفرستید. من این چیزا رو داشته باشم، لینک ها رو داشته باشم و کارنم از اینجا چک میکنه و همین. کسی سوالی؟ بذارید دوباره میگم. این پروژه رو که توی ریپوزیتوری گیت هابتون قرار میدید، یه لینک داره هر کدومشون. این لینک رو کپی میکنید، میارید توی تمرین 8 که من تمرین توی تمرین 8 بفرستید. این شکلی. یه دیگه جا نمیشه مثلا یه کاری مثلا یه لینک بدیم، مثلا کسی میزنه رو لینک میزنه همه پروژه. چرا همه پروژه ها رو میتونید ببینید، ولی تمرین 8 تون این کارو انجام بدین. من میخوام ببینم همینجا لینک ها رو بفرستید. ولی موقعی که بچه‌ها چیز داشته باشید، اکانت داشته باشید، هر کی بره داخل اکانتتون کل ریپوزیتوری که دارید رو میتونه ببینه. اینجا بهش نشون میده. ولی لینک ها رو تو 8 بفرستید. چیکار کنیم گیف بشمون داخلمون دیفالت خودت میاد؟ برای شما هم نیومده؟ آدرسش رو عوض کردیم. شما روز درست بود که الان میاد.